خیلی خوب بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. شرمنده یه مدت آپلود نکردم، حقیقتش درگیر دانشگاه و خوابگاه و اینا بودم و دیگه نمیرسم داخل خوابگاه هم که خودتون میدونید چه وضعیتی دارم، نمیشه درست ریکورد کرد. ولی خب برگشتم با یه ویدیو جدید. توی این ویدیو میخوایم در مورد ST صحبت کنیم، یا Sockless Terminal یا Simple Terminal. ST از همون گروه ساکلس هست که داخل ویدیوی قبلی من DWM رو توضیح دادم، ویندو منیجر هم بود، همین الان هم در حال استفاده ازش هستم. این دفعه میخوایم ترمینالشون رو با هم دیگه بررسی کنیم. چرا من از ST استفاده میکنم، چرا واقعا به نظر من ST بهترین ترمینال هست و از این قبیل موارد. ST خیلی مینیمال و ساده هست به طور پیش‌فرض، یعنی فکر کنم حدود 2000 خط کد هست و حالا این 2000 خط کدش بستگی داره، حالا بگیم خوبه بده اینا، خیلی مینیمال هست و خیلی قابلیت‌های کمی داره. یعنی حتی اسکرول به بالا هم نداره. مثلا اگه خیلی هیستوری ترمینالتون طولانی شد برگردید بالا. اما میشه از طریق پچ کردن این قابلیت‌ها رو بهش اضافه کرد. مثلا مال من داره، ST من چند تا نیو فچ بزنیم، میتونیم برگردیم بالا بریم پایین، اینا کلی قابلیت دیگه هم داره که حالا بهتون میگم چجوری بهش اضافه کنیم. ST پیش‌فرض رو میتونین از اینجا بگیرید، یعنی با این دستوری که نوشته git clone، یا از من بنویسمش. آره اینو شما مینویسین، یه ریپوزیتوری داخل هر جایی که حالا کلونش کردید اضافه میشه. یه فولدر هست به اسم ST، میریم داخلش و شما باید کمپایلش کنید با sudo make install. و الان اگر من پسوردم رو وارد کنم طبیعتا نباید کرش کنه، ولی نمیدونم حالا چرا مال من جدیدن استیم اینجوری شده. حالا بگذاریم. این استی پیش‌فرض هست که خیلی جالب نیست، قشنگ نیست اینا، ولی خب میتونید حالا اگه خواستین خیلی از چیزاش رو ادیت کنید. مثلا بعد از اینکه کمپایلش کردید یه فایل config.h میاد مثل همون DWM اگه به یاد داشته باشید و خلاصه که داخل این فایل میتونید خیلی از تنظیمات رو خودتون حالا بخونید. کامنت هم داره بالاش که توضیح میده. مثلا این فانت من میتونم تغییرش بدم، فونت حالا یا فانت نمیدونم، رید آنلی هست، حالا خیلی هم مهم نیست، بگذاریم. میتونید اسم فونتتون رو بذارید، سایزش رو بذارید، یه سری چیزهای دیگه. و خلاصه که آره این ST پیش‌فرض هست، خیلی جالب نیست به نظر من، یعنی مینیمال و سریع هست، اما اگر بخواید خیلی ترمینالتون رو کاستومایز و سریع کنید و قابلیت‌های مفید و جالب بهش اضافه کنید، ST پیش‌فرض یکم کارتون رو سخت میکنه. در نتیجه یه پروژه هست به اسم ST-FlexiPatch که خیلی کار ما رو راحت تر میکنه و الان بهتون توضیح میدم چرا. یه لحظه من برگردم داخل ریپوزیتوری ST-FlexiPatch خودم. بله اینجا ST-FlexiPatch اینجوریه که به جای اینکه شما لازم باشه سورس کد دانلود کنید و پچ کنید و کل سورس کد برنامه رو تغییر بدید، خودش به طور پیش‌فرض خیلی چجوری توضیح بدم، سورس کد ها رو داخل فایل های مختلف گذاشته و با شرط و شروط میتونید فعال و غیر فعالش کنید. یه لحظه من کمپایل کنم ST خودم رو، بیلد خودم از ST رو، و آره این بیلد من از ST میبینید فونتش فرق میکنه، ترانسپرنسی داره اینا. و اینجوریه که شما بعد از اینکه ST FlexiPatch رو کمپایل کردید 2 تا فایل جدید براتون میاد. یکی config.h که همون ST قبلی هم داشتش و یه فایل جدید patches.h و 90% ادیتاتون رو شما توی این 2 تا فایل انجام میدین. یعنی از فایل config.h رو هم باز کنم. اگر به یاد داشته باشید که داخل ویدیوی قبلی که در مورد DWM بود چی گفتم، این هم دقیقاً همون جوریه. یعنی ST FlexiPatch هم دقیقاً عین به قولی DWM FlexiPatch هست. اینجوری که شما میرید فایل پچ رو ادیت میکنید، پچ هایی که میخواید رو فعال میکنید و فعال کردنش هم اینطوری که این صفر آخرش رو به 1 تبدیل میکنید. خب و میتونید بیاید داخل فایل config.h و به اصطلاح پراپرتی هاش و کانفیگ هاش رو دیگه حالا تغییر بدید هر جور خواستید و اینا. مثلا یه لحظه، آره
if alpha patch میگه که اگر آلفا پچ داخل فایل patches.h فعال بود. مال من فعال هست چون میبینم این آخرش عدد 1 هست نه 0. میگه که اگر فعال بود میخوام که این لحظه بزرگترش کنم، این متغیر رو تعریف کنه float alpha 0.9. میگه که میخواد 90% کدر باشه ترمینالمون ولی 10% چیز باشه به اصطلاح شفاف باشه، یعنی بتونیم پشتش ببینیم. شورتکات هم داره، میتونید حالا کمتر یا بیشترش کنید، شفافتر یا کدرتر. من خودم روی 90% معمولا میذارمش، تقریبا همینقدر. به نظرم خیلی حواس رو پرت نمیکنه و قشنگ هست. این فقط یه پچ بود، کلی پچ دیگه هست. باز اینجا میتونید تمتون رو تعریف کنید، کالر اسکیمی که میخواین. و اگر من نیو فچ بزنم این رنگ های اینجا رو میگه. و خلاصه که آره همین. میتونید حالا باز خودتون برید پچ ها رو کامل بخونید، هر کدوم به کارتون اومد فعالش کنید، اسمش رو سرچ کنید داخل config.h و خلاصه که پیداش کنید و ادیتش کنید هر جور خواستید. و خلاصه که آره دیگه همین. باز هم میگم که اگر طرفدار مینیمالیسم و سادگی و یه چیز یا اصلا چرا بگیم طرفدار مینیمالیسم، اگر خیلی مثلا لپتاپتون قدیمی هست و خیلی رم و سی پی یو قوی نداره، رم اشتیاط نیست و این چیزا، از استی استفاده کنید. فوق العاده سریع، مینیمال و ساده هستش. و در ضمن میتونید یه لحظه لینک رو ادیت کنم، میتونید بیلد من رو هم داخل گیت هاب پیدا کنید اگر درست نوشته باشم آدرسش رو. بله این استی خودم هست که همین الان دارم ازش استفاده میکنم، الان داخلش هستم دارم توضیح میدم. یه سری فونت و این چیزا شاید سر سیستمتون نصب نباشه، مثلا این فونت کاسکیدیا کوو مثلا اگر نصب نباشه یکم خیلی کاراکتراش رندوم میشن و خیلی جالب نمیشه. فقط کافیه که برید ادیتش کنید، فونتی که میخواین رو بذارید، همین دیگه. آره باز هم میگم بهتره که ولی خودتون برید هر جور خواستید مثلا کانفیگش کنید، ادیتش کنید، ترمینال رویاییتون رو بسازید. خیلی سرگرم کننده است و خلاصه که خیلی چیزا یاد میگیرین. شاید یکم در مورد زمان برنامه‌نویسی سی یاد بگیرین که این فایلات داخلش هستن و بعد از اینکه بیلدتون رو ساختید و ورژن استی خودتون رو داشتید دیگه تا ابد میتونید خیالتون راحت باشه، چون هیچ آپدیتی قرار نیست خرابش کنه دیگه. تا ابد استیتون رو دارید، ازش استفاده میکنید، لذت میبرید و فوق العاده است. خیلی ساده بخوام بگم. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر نقدی، انتقادی، چیزی دارید حتما داخل کامنت ها به هم بگین. و در ضمن یه چیزی که یادم رفت، احتمالاً زمانی که شما دارین این ویدیو رو میبینید من یک مقاله فارسی گذاشته باشم داخل وبسایت شخصیم که باز دوباره همین محتویات همین ویدیو رو داره، توضیح میدم استی چجوریه و چجوری میتونید کمپایلش کنید. فقط کافیه برید به اینجا mac.liara.run/fa و میتونید که حالا مقاله رو ببینید. خلاصه همین دیگه. امیدوارم لذت برده باشید، امیدوارم این ویدیو مفید بوده باشه. اگر نقدی، انتقادی، چیزی دارید حتما داخل کامنت ها بهم بگید. دسکریپشن این ویدیو رو هم چک کنید، سوشال میدیا هم داخل دسکریپشن هست، میتونید داخل تلگرام بهم پیام بدین، لینکدین هم رو چک کنید. خلاصه که در ارتباط باشین. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید و خدا یار و نگهدارتون.